سلام، به اپیزود 6 پادکست خیال خوش اومد. امروز قراره مقایسه فیلسوفای یونان باستان با فیلسوفای اسلامی رو داشته باشیم. قرار ببینیم چطور ایده های افلاطون و ارسطو بعد از 100 سال توی ذهن ابن سینا و فارابی و سهروردی دوباره زنده شدن، اما با یک رنگ و بوی کاملا جدید. خب بریم ببینیم این فیلسوفا چطور با هم حرف زدن با اینکه قرنها از هم فاصله داشتن. فلسفه تطبیقی مثل یک مسابقه فکری بین المللی، یعنی میایم نظریه‌های فیلسوفای مختلف رو از فرهنگ‌های مختلف کنار هم میذاریم و میگیم خب اینا چه فرقی با هم دارن، چه چیزی رو از هم یاد گرفتن. مثلا فارابی که بهش میگیم معلم دوم بعد از ارسطو، اومده کتاب جمهوری افلاطون رو خونده و بعد یه نسخه اسلامی ازش درآورده به اسم آرای عهد مدینه فاضله، یعنی همون حکومت فیلسوف شاه رو برداشته و بهش یه چاشنی دینی اضافه کرده. یا مثلا ابن رشد اومده ارسطو رو تفسیر کرده اما با یک نگاه اسلامی. اینطوری فلسفه یونانی با فلسفه اسلامی ترکیب میشه و یه چیز جدید به وجود میاد. ارسطو و ابن سینا. خدا چیه؟ ارسطو میگه همه چیزهای توی دنیا یه علتی دارن. مثل توپ فوتبال حرکت میکنه چون بازیکن بهش ضربه زده. اون بازیکن هم حرکت کرده چون مربی بهش دستور داده. اما این سلسله یه جایی باید تموم بشه. اون نقطه آخر همون علت اوله، یعنی خدا. پس ارسطو خدا رو مثل موتور محرک جهان میدونه. ابن سینا ولی میگه نه دوست من، خدا نیازی نیست که فقط علت اول باشه. اصلا وجود خدا ضروریه، یعنی اگه خدا نباشه هیچ چیزی نیست. ابن سینا از برهان وجوب الامکان استفاده میکنه. بعضی چیزها ممکن الوجود هستن، مثل درخت، انسان، ستاره ها، یعنی میشد نباشه. ولی خدا واجب الوجوده، یعنی حتما باید باشه، وگرنه اصلا هیچ چیزی وجود نداشته. تفاوتشون کجاست؟ ارسطو یه توضیح منطقی میده. خدا علت حرکت دنیاست. ابن سینا یه قدم فراتر میره و میگه خدا اصلا فراتر از علت و معلوله. حالا میرسیم به افلاطون و سهروردی. دنیای واقعی کجاست؟ افلاطون دنیای واقعی عالم مثل است. افلاطون معتقده همه چیزهایی که ما میبینیم سایه هایی از یه دنیای بالاتر به اسم عالم مثل که توی اپیزودهای قبلی راجع بهش خیلی صحبت کرد. سهروردی فیلسوف عارف ایرانی میگه نه بابا، واقعیت یه بازی نور و تاریکیه. خدا نورالانواره، یعنی نور همه نورها. هر چیزی که وجود داره از تابش این نور به وجود اومده. پس هر چیزی به خدا نزدیکتر باشی نورانی تر میشی، مثل فرشته. هر چی دورتر تاریکتر، مثل سنگ و خاک. شباهتشون کجاست؟ هر دو معتقدن دنیایی که میبینیم سطحیه و یک حقیقت عمیق‌تر پشتشه. تفاوتشون کجاست؟ افلاطون فلسفی حرف میزنه، مسل یعنی ایده های ریاضی، سهروردی عرفانی حرف میزنه، مثل نور، انرژی الهی. فارابی و افلاطون، حکومت آرمانی. ما تو همون اپیزود افلاطون راجع به طبقه بندی اجتماعی افلاطون صحبت کردیم که افلاطون میگه حکومت باید دست فیلسوف شاه باشه. افلاطون توی کتاب جمهوری میگه مردم 3 دستن: تولید کننده ها، سربازها و فیلسوف شاه. فقط فیلسوف شاه میتونه جامعه رو عادلانه اداره کنه، چون حقیقت رو میفهمه. فارابی میگه فیلسوف شاه باید پیامبری هم باشه. حرف افلاطون خوبه، ولی یه چیزی کم داره. حاکم آرمانی باید هم فیلسوف باشه هم پیامبر، یعنی هم عقل رو بشناسه هم وحی رو. فارابی دین و فلسفه رو قاطی میکنه و میگه بهترین حکومت اونیه که هم عقلانی باشه هم الهی. فارابی افلاطون رو اسلامی کرد، یعنی همون فیلسوف شاه رو برداشته و بهش یک هویت دینی داد. پس دیدیم که فیلسوفای اسلامی چطور ایده های یونانی ها رو گرفتن اما با فرهنگ و دین خودشون ترکیب کردن. ارسطو شد ابن سینا، خدا از علت اول شد واجب الوجود. افلاطون سهروردی، مسل شد نور. افلاطون فارابی، فیلسوف شاه شد فیلسوف پیامبر. یعنی فلسفه اسلامی نه کپی فلسفه یونانیه نه کاملا جدا ازش،
مثل اینه که یه غذای خارجی رو با ذوق ایرانی درست کرده باشن، هم آشناست هم جدید. ممنونم که تا آخر این اپیزود گوش دادید. امیدوارم لذت برده باشید. خدا نگهدار.